چطورید بچه‌ها؟ من متین اسپی ام. خوش اومدید به ویدیوی جدید. آقا قراره امروز با هم دیگه پربازی ترین ویدیوهای تیک تاک رو ببینیم، بعدش ببینیم که آقا چقدر ویو خورده. آقا ما تا حالا این ویدیوها رو دیدیم یا نه؟ اما بچه‌ها قبل اینکه بخوایم این ویدیو رو ببینیم، اگه دوست دارید از این ویدیوها بذارم همیشه ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغل هم حتما بزنید که اگه ویدیو گذاشتیم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. بچه‌ها اینستاگرام که همینجا میاد فالو کنید که پرقدرتونم کارمون رو شروع کردیم. بریم ویدیو رو ببینیم. 25 257 میلیون ویدیو اول ویو داشته. ببینیم چیه. اوه چقدر خوشگل، واقعا به نظرم حقش بود. 258 چیه این؟ یا ابر مار. فکر نکنم واقعی باشه. یعنی واقعیه؟ وای من اینو دیدم. وای خیلی این قشنگه. آقا برای اونایی که نمیدونن، یه فقیر رو بیرون دید، خودش سوپرمارکت داشت، داره بهش غذا میده. اوه خیلی قشنگ بود. این چی بود؟ یا اول پس چقدر مو بود اون زیر. میشه 266. اوه مای گاد، 266 میلیون ویو. چقدر باحال. آجی دلم میخواست اونجا بودم و حداقل نزدیک میدم یه دست بهش میزدم. اوه مای گاد واقعیه؟ داره خمیزه میشه. وای بچه دقت کنید، داره برعکس فیلم میگیره. چیز خفنیه. خب باش میشد حیوان خورگی نگهش داشت. وای 270 میلیون خود ویل اسمیت. باورم نمیشه. این چیه؟ اوه خوشم اومد بچه. اونایی که قضیه رو نمیدونن، ویل اسمیت میدونید که یه دونه فیلم قبلا بازی کرده بود، خیلی معروف بود. انگار نگهبانای کهکشان یه همچین اسم عجیبی داشت، اسمش واقعا یادم نمیاد ولی یه فیلم معروف بود. 277 میلیون شماره 18 تازه. اسکولون خوابی. اوه خیلی این بشر بکن با این کار معروف شی. دهنتو شیر وسط خیابون. بچه بکنم من اومدم بیرون. او مای گاد چه ابهتی داره. چقدر مو تو کجا مو داره؟ این چیه؟ 303 میلیون. اسکو شیشه رو بکش با خوابی. باز خوابی والا شیشه رو بکش با اینا کن. دیدی؟ یه سری اسکولا یا دارن هرکی ویو میگردن اینجوری. چیه؟ الان چیز باید میترسیم من مطمئن. دیدی گفتم سلطان حدسای غیر پیشبینی. چیه؟ آینه؟ اوه ابتکار ولی بود. بازین. راست میگه. خب بیلی آیلیش 355 میلیون نفر شماره 12. همین چیه؟ اوه این خود هنره. یعنی باورم نمیشه. واقعا دست دادن داره. این چی شماره 10 بچه‌ها؟ این 10 تای برتر. شماره 10 390 میلیونه. به نظرتون نفر اول کیه؟ حدس بزنید. من که یه نفر به ذهنم دارم. آقا شما میتونید حدس بزنید کیه. چیه؟ خاک بر سر بامزه. اونم باهاش حرکت کرد. ای بچه خارجی‌ها باحالن. 390 چقدر فاصله. چه کیوته. لیاقت نظرم بیشتر از این ویوست. این چیه؟ 434 میلیون. اصلا ویدیو صدا نره. همین مسخره بازی. بعضیا میان ویدیو میلیونی میگیرن. آخه چرا؟ آخه نها کن. این چیه؟ الان مامانش میکشدش. ماموز. وای این یه جادوگره. وت پاینت خیسه. اوکی چی شد؟ واقعا فوق‌العاده است.
وای حاجی فکر میکردم بلاحدید نفر اول باشه با 742 میلیون و خورده ویو نفر پنجمه. به نظرتون نفر یک چیه حاجی؟ من که ریدم مثلا نفر اول اشتباه زدم. دوباره این نزدیک 1 بیلیون ویو چیه؟ اوکی واقعا به نظرم این دیگه نه انقدر ویوش بالا باشه. یه ویو حداقل 100 میلیون 200 میلیون کافی شد، نه دیگه نزدیک 1 بیلیون. چیه 1 بیلیون بچه؟ باورم نمیشه اولین ویدیوی 1 بیلیونی. او چیکار کرد جان؟ اوه خیلی قشنگ بود، فوق‌العاده بود، خیلی خوب بود. این چیه 1.7 بیلیون شد؟ اوه حاجی این همون سلبریتی معروفه است که سلبریتی خیلی معروفه که هیترم زیاد داره. چیکار کرد؟ همین خاک بر سری چی بود که اینقدر ویوش بالا بود؟ این واقعا شماره 1 1 بیلیون باورم نمیشه. انگار 2 میلیارد نفر انگار اینو دیدن. حاجی یعنی این ویدیو 2 بیلیون ویو داشت، واقعا اصلا ازم نمیارزید 2 بیلیون ویو داشته باشه. آقا این ویدیو هم تموم شد. اگه دوست دارید بازم این ویدیو براتون بذارم حتما بچه ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، و زنگوله بغلم بزنید. بچه اینستاگرام که دوباره اینجا میاد حتما فالو کنید. اونجا بازم میگم پرقدرت شروع کردیم داریم استوری اینا میذاریم، داریم پیج اینستاگرام هم بالا میکشیم. حتما لایک و فالو اینا یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.